تو چه کردی اینجا؟ دوست بیا که فرشو همه ای بود به من که گربه با این ریشو رنگ کاتق مایی دفته همی کنم تو خورکه ساکت به لبوبو سایز گب ما ندیده که مدی به 4 تا پرونده سنگین و من تازه از زندان آزاد بودم اگه بیان بهم ببرن گرفتار بام هر چه توا بتدم تو پرونده تو اینه با خودت دیده بچه خوشگله ماچ کردنی فکر کنم جدی زیاد بازی کنی آجا پرونده الان توی فروشگاه به این گپی به تو نگهبانشو نهادن همی با تو مستو گپتره به تو نهایتا باید جای آژیر خطر استفاده شو کرده یا اون کپسول آتش نشانی چه؟ به مگه کپسول؟ الان زنگ ازنم سالوده بیا ببته نه تو رو خدا شوخیم که بودو با هم گپ بزنیم یه توافقی کنیم بابا توافق چه؟ تو اگه فرش نیازت هست اینجا داخل شهر فرش ما کلی شرایط ویژه و اقساط ما هست تازه پیش پرداخت و 3 ماه بعد هدی 6 ماه بعدم اقساطت شروع بود دیگه نیازی به دوزی کردن ندنی بابا حقوق تو مگه چقدر؟ حالا درسته خودت تو جیبی و کم مصرفی هیچ خرجی هم ندنی ولی اگه با من همکاری کنی تا چند ساعت دیگه میلیاردر بودیم بازم اگه نه؟ او میلیارد؟ چرا پولی زیاد بود چرا؟ و بود های فرشو شروع بکنی که خیلی گرونه نون متروغنه دمت گرم